نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي: كن في الحياة الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. استاذان محترم و رفیقان هم فکر و هم مکتب من، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در پیشگاه شما درباره حقیقت دنیا میخواهم تقریر کنم. شنوندگان محترم، دنیا دارالفنا است و آخرت دارالبقا است. دنیا دارالغرور است و آخرت دارالسرور. دنیا دارالعمل است و آخرت دارالجزاء است. دنیا متاع قلیل است و آخرت عطاء جلیل است. این دنیا به ظاهر زیبا است. کسی که آن را به نظر محبت ببیند، در محبت خود او را گرفتار می کند. اما هرگاه هرچند محبت او به دنیا بیشتر شود، دنیا از او دورتر می گریزد و دنیا به او بازی می کند. او را بنده دنیا را در هم می سازد و از دل دماغ وی محبت دین اسلام و آخرت را دور می کند. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین گرانقدر و گرانمایه، امروز من میخواهم چند دقایق پرقیمت شما را گرفته داخل صحبت شوم. صحبت امروزی من درباره سه نوع قلم است. علما نوشته‌اند در جهان هستی سه نوع قلم وجود دارد. نخستین قلم آن است که خداوند آن را با دست بلاکیف خویش آفریده و آن را دستور داده تا تقدیر عالم را بنویسد. دومی قلم فرشتگان که به وسیله آن حوادث و اعمال آنها را می نویسند. سومی قلم انسان ها که به وسیله آن علوم انسانی و حوادث تاریخ نوشته می شود. نوشتن در واقع یک نوع بیان مطلب است و بیان مخصوص بشر می باشد. من سخنان خود را به همینجا به پایان می رسانم و ما علینا الا البلاغ المبین.